درود بر تمامی دوستان عزیزم. من آرش هستم و دوست دارم که یکی از بهترین تجربه های و درس های زندگی ما باهاتون تقسیم بکنم. 14 سال پیش دوم ژانویه که از خونه اومدم بیرون گفتم که من میخوام انسان بهتری بشم. وقتی که اومدم دفتر اولین روز کار سال، یه خانومی که پدرش آورده بود منو ببینه به من گفت جناب شما انسان خوبی هستی ولی من میخوام شما رو انسان بهتری بکنم. منی که قبلا تو ماشین یه همچین سوالی از خودم کرده بودم و تقاضایی از خودم کرده بودم، نشستم با تمام حواسم گفتم بفرمایید خانم. گفت ببین عزیزم، من یک پسر داشتم 19 ساله و این پسر در تصادف رانندگی کشته شد. یک پسر 18 ساله در چندین سال پیش در شب کریسمس در اتوبان مست کرده بود، اومد این طرف اتوبان و پسر بنده را کشت. و بعد از 6 ماه که دادگاه انجام شد، حکم دادگاه این بود که 30 سال این پسر باید بره زندان و به منم $100,000 دادم. میگه وقتی اومدم خونه تا یه هفته من نتونستم غذا بخورم، نتونستم بخوابم. از اون انسان درونی خودم پرسیدم من چه کار کردم که نمیتونم بخوابم، نمیتونم غذا بخورم. یه کار بدی من کردم، یه عذاب وجدان داشتم. رو همین عذاب وجدان آروم نداشتم. میگه وقتی به اون انسان درون خودم توجه کردم، رفتم ازش پرسیدم، بهم گفت ببین یک بچه 18 ساله یه اشتباه کرده، شما میخواین این 30 سال بکنید پشت میله های زندان با خاطر یه اشتباه و از این یک جانی بسازید. این آقا 50 سالش که از زندان میاد بیرون، بعد از 50 سال میخواد چه کار بکنه؟ بعد از همه پسر تو هم که دیگه رفته بر نمیگرده. میگه اومدم رفتم دفتر قاضی فرداش، بهش گفتم که جناب من پشیمانم و میخوام این بچه رو از زندان بیاریم بیرون و من میخوام به فرزندی خودم قبولش بکنم چون یک اشتباه کرده. انسان بدی نبوده، انسان بدی وجود نداره، انسان ها اشتباه میکنن. اگر من در روز 95 تا کار خوب میکنم، 5 تا کار بد میکنم، دلیل بر بد بودن من که نیست، من 5 تا اشتباه کردم. حالا این آقا جوان یک اشتباه کرده، خب برای این اشتباه که نباید تمام عمرشو بده، صحیح نیست، این باید بیاد بیرون. میگه قاضی نگاهی بهم کرد، گفت نه این حرفایی که تو میزنی با حرفای هفته گذشته فرق میکنه. من با تو رو ببرسم روانشناس که ببینم از نظر فکری عقلانی نرمال هستی یا نه. اگر نرمال بودی بیاد بعد در موردش صحبت میکنیم. میگم رفتم 2 ماه بعد نامه گرفتم از روانشناس که من اوکی هستم، چند سشن تراپی رفتم و تحویل قاضی دادم. قاضی گفت اوکی، حالا باید تمام اون پولی که از بیمه اون ماشین بهت دادن که $100,000 بوده، یه چیزی هم بذاری روش که من بتونم این پسر از زندان بیارم بیرون چون خرج داره دادگاه. گفت باشه این کارو میکنم. میگفت بیشتر از اون خرج کردم، این پسر 18 ساله رو از زندان در آوردم بیرون، فرستادمش دانشگاه. ایشون فوق لیسانس گرفتن، مهندس هستن، با یه خانم پزشک ازدواج کردم، 2 تا بچه دارم و زندگی بسیار سلامت و شادی دارم. من میتونستم این بچه رو 30 سال بذارم پشت میله های زندان و عذاب بکشم و زندگی این بچه رو نابود بکنم، ولی از ایشون یک انسان ساختم با بخششم. این پسر هر چی که میخوام برام فراهم میکنه. کافی اشاره کنم بالا سرم. باورم کنید طبیعت، خداوند پسری بهتر از این نمیتونست به من بده. اینی که به من گفت جناب من شما را تشویق میکنم ببخشید در زندگیتون. آیا چیزی بالاتر از اینه که یکی بچه تا میکشه، قاتل رو میبخشی
میاری خونه، بزرگش میکنی و ازش یک انسان میسازی. حالا من فکر میکنم ماها برادر خواهرها، دوستان، فامیل با همدیگه درگیری‌هایی داریم تا زمانی که همدیگه را نبخشیم به انسانیت نمیرسیم. گذشته ها در گذشته، باید خاکش کرد، گذاشتش کنار. از حال را باید زندگی را لذت برد، زندگی حال را، چون درد امروز و لذت امروز و فردا یکی باید باشه و باید زندگیمون لذت ببریم. و اگر نبخشیم نه به انسانیت میرسیم، نه به موفقیت میرسیم و نه به خوشبختی میرسیم. بیاییم همگی همدیگه رو ببخشیم. بیاییم اول خودمون رو ببخشیم، بعدم دیگران رو ببخشیم و به انسانیت برسیم، به راحتی برسیم، به آرامش برسیم.